برای 4 سال دیگر حکومت دونالد ترامپ یا جو بایدن تا روز انتخابات بیشتر از 100 میلیون آمریکایی یا حضوری یا از طریق پشت رای دادند. میلیون ها نفر دیگر در عهد پاندمی و با ترس از تظاهرات در روز انتخابات رای دادند. از بس که ما ارکان منظم و مستحکم دموکراتی را در امریکا داریم، من امیدوارم همه چی خوب و آرام می‌گذرد. رایدهی در مرکزهای عمومی کلیسا و از جمله در این مسجد لس آنجلس صورت گرفت. مهم است ما از این حق خود استفاده بریم، چون از راه به تغییرات در کشور تأثیر می‌گذاریم. یک طرفدار بایدن گفت برای تغییرات رای داده است. این مرد هم که تظاهرات به ضد تبعیض نژادی او را تشویق کرده است. سال گذشته در اینجا مردم فهمیدند که ما باید به نابرابری‌های اجتماعی و پیش قضاوت توجه کنیم. این مرد میگوید انتخابات مذکور فوق‌العاده است چون به عقیده او کشور در راه درست است. من رای میدیم تا دیگر باره امریکا را عالی سازیم. من اینجا کسی را انتخاب میکنم که کشور را راهنمایی کند. دیگران هم موافقند که وضع امریکا در عهد ترامپ خوب شده است. با من معقول است که پرزیدنت امریکا را در جای اول میگذارد. من باور دارم که جمهوری خواهان درست میگویند. این مهاجر میگوید امریکا در عهد ترامپ بیگانه ستیز شد. همه ما مهاجریم. همین کشور همه ما را بزرگ کرده است. اگر چنین سیاستی دونالد ترامپ ادامه کند، این کشور دیوار کشیده می شود که ما قبول نداریم. این نگرانی هست که نامزدها یا رای دهندگان نتیجه انتخابات را نپذیرند. به فکر من در نهایت کشور باید نتیجه ها را پذیرد، یگانه و همبسته باشد. هر نتیجه بود قبول کند. نتیجه نهایی شاید بعد از روزها یا هفته‌ها اعلان شود. معیارهای انتخاباتی در هر ایالت فرق می‌کنند. ما بعضی از نتیجه های پیشکی را به دست میاریم. تا روز جمعه نتیجه های نهایی را نداریم، چون که تا اون روز با پشت به ما میرسند. در پنسیلوانیا بیت جابسون طرفدار بایدن میگوید همه رای ها باید حساب شوند. من دعا میکنم که هر رای حساب شود. ما نباید دیوانگی کنیم. بگذارید حساب کنند. بیایید مکالمه داشته باشیم، چون در عائله من بعضی ها نظر دیگر دارند، ولی با این هم من آنها را دوست می‌دارم. آیا همه چی درست تمام می شود و هر دو حزب نتیجه ها را میپذیرند؟ امریکایی ها و تمام جهان منتظر همین نتیجه ها هستند.